الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران بزرگوار، بارک الله فیکم. در این صحبت به یک چند سوالی که از جانب برادران و خواهران پرسیده شده ام به شما جواب خواهیم گفت. اولین سوال این است که نکاح را دومین مراتبه گشت نکاح کردن، نکاح را تکرارا به جا آوردن آیا جایز است یا نیست؟ اگر به دیگر بیان بگوییم، یک جوان به یک جوان دیگر، یک جوان پسر به یک جوان دختر نکاح کردند، دو ملای آمد نکاح کرد و بعد از این نکاح رفتند به توی، یعنی توی اونها به موسیقی غیر شرعی، به خرسندی که از راه حرام می شود، این چنین انجام شد. خیلی که در تاجیکستان معروف است، نشست با شراب و با موسیقی و عروس و داماد در بین مردم نشسته و این چنین چقدر معصیت و گناه های بزرگ که همهش گناهی کبیره است. الله المستعان. انسان باید این عمل ها را انجام ندهد، لیکن بعض انسان ها انجام می دهند و بعد از این یک بار دیگر نکاح خود را از سر نو تکرارا انجام می دهند. یا کسانی که پیشتر 10 سال پیش، 5 سال پیش، 20 سال پیش در توی سری استول شده بودند با موسیقی و این چنین عملهای حرام، بعد از چندین سال می آیند امروز نکاح خود را نو می کنند. آیا این عمل جایز است یا نیست؟ یعنی نو کردن نکاح آیا جایز است یا نیست؟ اولا ما برادران عزیز به این سوال اگر فهمیده باشید میگوییم که پیدایش این فتوایی که تجدید نکاح، نو کردن نکاح از کجا شده است؟ فتواش این دوملا نوریدین، یا که به اصطلاح دیگر ایشان نوریدین که از طرف جنوبستان یا نوحه وحدت در یکی از صحبت ها فتوا میتند و میگوین که هر کسی که توی سری استول شده است نکاحش بریده شده است و نکاحش را از گشته کند، چرا که زنش طلاق شده است. این یک معنای سخنی ایشان بود یا که نوریدین. این پیدایش سخن بود که این سخن چندین سال پیش گفته شده است و بعد از این تا امروز بعضی انسان ها نکاح خود را یک بار دیگر نو میکنند و اونها عقیده دارند که بعد از نکاح کسی اگر تویش را در سر استول با همراهی عروسش انجام دهد نکاحش بریده می شود. اما جواب این است که این غلط است. این سخن باطل است. در اسلام این چنین سخن و عمل وجود ندارد. اولا جواب ما این است که همان وقت نکاح بین زن و مرد بریده می شود، همان وقت بین زن و مرد جدا کرده می شود که مرد مرتد شود، مرد کافر شود. اما با عروسی کردن، یعنی با سر استول شستن، با مثلا موسیقی یا که شراب نوشی توی کردن، هیچ کسی کافر نشده است. ما نمیگوییم که این کار عادی است، این کار بزرگ است، عملی به نهایت گناه عظیم است. الله سبحانه و تعالی خورنده، نوشنده، دهنده، نشستن با همراهی عرق نوشان را لعنت کرده است و این چنین موسیقی گوش کردن حرام است. غیر غزل چیزی نباشد و نیم برهنه در مجلس برآوردن زن حرام است. برهنه یا نیم برهنه باشد فرقی ندارد. در این حالت چندین گناه به صاحب این توی کننده می آید. اما با وجود این یگان نفر از علمای اهل سنت و الجماعت کننده این عمل رو کافر نگفته اند، در حالتی که این چیز رو حلال نداند.
اما کسی بیاد عرق حلال گوید یا موسیقی را به شبهه گوید که همه چیز را رد بکند یا که حجاب پوشیدن را رد بکند، در این حالت حکم کفر را علما میمانند. اما اگر حلال نکرده این چیزها را بگوید که این چیز حرام است لیکن نمیتوانم یا چیز دیگر، مسلمان باشد، بعد از نکاح این عمل را کند، نکاحش بریده نمیشود، چرا که انسان با این عملها کافر نمیشود، با این عملها گناه بزرگ را انجام داده است. اکبر الکبائر، نوشیدن عرق کبیره است. اما خوارج عقیده دارد که نوشیدن عرق کفر است، صاحبش کافر می شود، چرا که خوارج ها با گناه کبیره انسان را چی میگن؟ کافر میگن. یکم این است که انسان با این عمل ها کافر نمی شود، پس زن و شوهر از هم دیگر جدا نمی شود. دومین دلیل این است که بارک الله فیکم وقتی که به سیره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و به سنت و هدی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم، ما میبینیم که چقدر صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالت مشرک بودنشان، در حالت جاهلیت پیش از اسلام با زن خود نکاح کردند. نکاحشان نکاح جاهلی بود، نکاحشان نکاح با عادت قریشی مشرکی بود. اما بعد از مسلمان شدنشان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یکی از اونها را نکاحت را نوکن نگفتند، تجدید نکاح را امر نکردند. نگاه بکنید ابو بکر صدیق رضی الله عنه وقتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند و مسلمان شدند، اویله دار بودند و فرزند داشتند، چندین فرزند داشتند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگفتند که ای ابو بکر نکاح تو نکاح نیست، برای اینکه نکاح تو غیر شرعی بود، مشرکی بود، چیز دیگر بود. این چنین سخنهای نگفتند. نکاح اونها چخیلی که در شرکی به وجود آمده باشد در اسلام هم قبول شد. و حتی دختری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زینب رضی الله عنها اسلام را قبول کرد و به مدینه منوره هجرت کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به زینب گفتند که شوهر تو غیر مسلمان است، یعنی مشرک است، حالا به نزد تو هجرت نکرده است، برای اینکه زینب به شوهر خودشون به نزد رسول الله از مکه به مدینه هجرت کرده بودند. گفتند که اگر تو خواهی به کسی تو را ما بدهیم، کسی تو را نکاح بکند، اما این شئتی فاصبری، اگر خواهی صبر کن و انتظار شوهرت باش. زینب رضی الله عنها انتظار شوهرشون شدند تا اینکه شوهرشون بعد از چندین وقت مسلمان شدند و آمدند و باز با همون نکاحی که پیش از مسلمانیشون بود به نکاح نو زندگی خود را دوام دادند. و این سخنها و این مسئله در کتاب بهترین شیخ الاسلام ابن القیم الجوزی که نام کتابشون در مسئله سیاستی اسلامی، کتابشون احکام و اهل الذمه، این مسائل صحبت کرده شده است. ابن القیم الجوزی رحمت الله علیه تمام علما را، اجماع را، در بعضی روایت ها اتفاق را یعنی نقل میکنند که تمام صحابگانی که پیش از اسلام زن گرفته بودند بعد از مسلمان شدنشان یگان نفر اونها را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به تجدید و نو کردن نکاح امر نکردند، بلکه همون نکاحی که پیش از اسلامشان بود بعد از اسلامشان قبول شد. حتی الله سبحانه و تعالی وقتی که به قرآن عظیم الشأن نظر میکنیم در سوره تبت یا که لهب میگه و امرأته حمالة الحطب، یعنی ابو لهب امکی پیامبر صلی الله علیه و سلم که دشمن پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، یک زنی بی‌نهایت بد داشت که پیامبر رو اذیت میداد. اما اینها مشرک بودند، نکاحشون به نکاح مشرکی بود. ابو لهب زنش را با نکاح کفری مشرکی گرفته بود، اما الله سبحانه و تعالی نکاح اونها را اقرار کرده، گفت در این سوره که زن ابو لهب و امرأته، یعنی زن ابو لهب که در کفتش هیزم میگرفت، یعنی نکاح مشرکی را الله سبحانه و تعالی گویا که در این آیت چیکار قبول کرد، اقرار کرد، به اعتبار گرفت. پس عمومی سخن ما این است که برادران و خواهران عزیز، فرزندان خود را با این نمودی عروسی کردن، با این نمود معصیت و گناه، با موسیقی و شراب و برهنه برآوردن، عروس داماد را نشانیدن، این همه گناه عظیم است و با این طریقه شما این عمل خرسندی را انجام ندهید. این خرسندی نسبت که این بدبختی است. اما وقتی که انجام کسی داد بعد از این نکاح نو کردن هیچ معنی ندارد و این هم بدعت در دین است و این گناهکاری است و این بدعت در دین است، برای اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله نکردند، صحابگان نکردند، هیچ علمای این سخن را نگفته است. یک مبتدع
این اگر سخن رو گفته باشد یا که یک عالمی که از این مسئله بیخبر است سخن کرده باشد، به سبب اون ما نباید یک چیزی که غیر شرعی است انجام بدیم. و حتی بعضی انسان ها نکاح دوم را میکنند گویا که پیش از این هیچ گناهی نکرده بودند، همش را پوشانید. نه، گناه شما گناه است، توبه کنید و به این کار باز نگردید. اما نکاح شما هم نکاح است، نکاحتون بریده نمی شود. بارک الله فیکم. اما باید توبه کنید. این مختصرا به سوال بود که آیا نکاح رو نو کرده میشد یا نمیشد. یعنی نکاح رو برای موسیقی، با موسیقی توی کردن یا که با سر استول کردن نکاح رو نو میکنید نمیکنید. نکاح نمیکنید. نکاح شما با موسیقی توی کردن نمیشکند، اما با موسیقی نباید توی خود رو انجام دهید. این گناهی بینیات بزرگ است، گناه کبیر است.